آه آه بلد تو به چی داری فکر میکنی قوام میکشی؟ قربان به همون چیزی که شما فکر میکنی. یعنی هم دقیقا داری به خودش فکر میکنی؟ قربان به مهربانی هایش، به مظلومیتش، به چشمان مهربان و پرستارهش. قربان تو غلط میکنی مرتی که هم بودم اینجا از دماغ آویزونت کنن. تو غلط میکنی به الیزه فکر میکنی پدر سوخته، هم بودم پدر سوخته تو از اینجا یه لنگ پا آویزون کنن. قربان الیزه کدام از ما داشتیم به مستشار فکر میکردیم. ها باریکلا به مستشار فکر کن. قربان شما هم خوب اوج میگیرید، از 0 تا 100 تان 3 سود بود. بلد چیشای مستشار ستره داره؟ بله قربان، 3 تا. الان گفتی چه دلم تنگ رفت بره مستشار. چقدر تو چیشای تیزبینی داری، 3 تا ستره داره؟ بله قربان، از وقتی که این بلا را سر مستشار آوردیم یک شب هم راحت نخوابیدیم. قربان آن چاله روی چانهش را یادت ایجش عذاب وجدان گرفتم قربان. ایوا بلد مگه تو وجدان داری؟ خب بله قربان، آن طعمه ها یک چیزی مانده بالاخره بعد از این همه سالها. خب تو که اگه بوی از انسانیت بردی، خب بره چی این بلا رو سر به چه مردم آوردی؟ ما فقط اوامر قبله عالم را اطاعت کردیم. نه اصلا اینجوری نبود. قبل عالم فرمایش کردن یک کم معتادش کنی، تو هم با خاک یکسانش کردی مرد حسابی. قربان این گوساله ها اندازه دستشان نبود، به جای اینکه قره قروت رو در چای حل کنن چای رو در قره قروت حل کردن. شما هم قربان اینقدر ما را نچزانید. تو الان داری مچزی؟ خیلی قربان خیلی. بلدی چه بلایی بود سر مستشار آوردی؟ تو چی فکر کردی این بلا سرش آوردی؟ به زن و بیچش فکر نکردی؟ به یکی زندگیش از هم میپاشه. تو خجالت نکشیدی این بلا سر مستشار آوردی؟ الان خوب چزیدی؟ خیلی قربان خیلی. باید یک فکری برای مستشار بکنی. چه فکری قربان چه فکری؟ بلد مگه نظمیه چه ارزشی داره که تو این بلا رو سر مستشار آوردی؟ ما با این آخرش یادم رفت بود گفتم اینم بگم که کامل بره. بله قربان بله. قربان شما یک کاری بکنید که ما از این عذاب وجدان خلاص بشویم. قربان تو واقعا میخوای از عذاب وجدان خلاص بری؟ بله قربان. خب گوش کن به چه میگم. قدم اولی که هم حقیقت رو بری به زن و بیچش بگی. نه قربان ما وجودش رو نداریم اصلا. خب شما دیگه در همین قدم اول زیدی، دیگه برو همون عذاب وجدان و آه کشیدن تو ادامه بده. چشم قربان چشم. بلد بله قربان. الان هم گفتی هم دلم برای مستشار قنج زد. خب تو دیگه قصه نخور، بذار ما یکم به مستشار فکر کنم. ما اون فکر قبلی رو میذارم کنار، به مستشار فکر کنم. تو ذهن تو رها و خالی بکن. رها کن. باشه قربان ما آه نمیکشیم. عذاب وجدان گرفتم. آقا جان نگاه کنین این مستشار که خودش قره قروتی نرفته، این رو دیگران قره قروتیش کردن. یعنی چی؟ ای وای چجوری بهتون نگاه کن. مستشار نه که هی ورج و ورجه میکرد، این ور پرید او ور پرید، افکار بلند پروازانه داشت، هی چغری گری میکرد. این درباریا گفتن یکم قره قروت بریزیم تو چایش یکم شل بره. منتها قره قروت زیاد ریختن، هم سوژه کاملا وا رفت. کدام درباری ها؟ همه‌شان از پایین تا بالا همه بدنه. دیدی نوبت؟ دیدی گفتم این شوهر بی‌مسئولیتت رو با شوهر من قاطی نکن. صبر کن بذار ببینم. حتما پس بلوتوث رو هم شما کشتید. به ما چه؟ من اصلا به بولو چیکار دارم؟ ما فقط به مستشار کار دارم، عذاب وجدان دارم. شما اصلا این رو ولش کنید. هی میخواد خودش رو قاطی زندگی ما بکنن. ما الان چیکار باید بکنیم جوان مرد؟ با مایی؟ شما هیچی دیگه. شما باید الان قدم رنجه کنین، خیلی سریع برین این رو از منجلاب ادیادم 2 دسته بکشین بیرون. برزو خان تا شما بروید او رو از منجلاب بکشید بیرون، ما برویم برای شام درست کنیم. ناز خاطر یک چیز بگم ناراحت نرین، هم شما خیلی از ما خنگ‌ترین. خیلی نگاه ناز خاطر این منجلاب خیلی عمیقه، کار ما نیست. بعدم همین الان اعلی حضرت بفهمیم ما اومدم پیش شما خودشیرینی کردم، این کله ما رو پوستشو مکنه. برزو خان جوان مرد با مایی؟ آری دلاور، ای بزرگ، ای شجاع، ای که صداقت از کف نداده ای. اگه با مایی بازم بگن؟ ببین ما اصلا از شما انتظار نداریم که یک وقت لباس مبدل بپوشید، بروید به بازارین، مستشار ما را نجات بدهید. ما انتظار نداریم شما دلیر و شجاع باشید، جوان مرد باشید، مستشار ما را از منجلاب بکشید بیرون.
همه اینا رو با مایی؟ آری فقط کاش خیلی رفقای بیشتری چون شما داشتن قدر جوان مرد. مستشار هم آماده رو که هم رفیق جوان مرد داره دوان میه. خداحافظ. ناز خاتون خوب بلدی ها. آری ما تا می رویم برای مستشار ما شام بپزیم، شما هی قصه بخور. خیلی نامردی. سلام، اینجا چه خبر بود؟ باز مثل این که ما دیر رسیدیم. بیا خودمان همه را برایت تعریف میکنیم. از فوت و طلاق شروع شد. آغاز برنامه